اوکی، واژه مصنوعی داره به ما اینو میرسونه که قراره یک چیزی رو ببینیم که ساخته انسان. چیزی که اینجا منظورمونه از واژه هوشمند، هوش به معنی انسانیش نیست. اینجاست که ما میایم یک چیزی تعریف میکنیم تحت عنوان عامل هوشمند یا اینتلیجنت ایجنت. ما میخوایم راجع به ویژگی های اینتلیجنت ایجنت صحبت کنیم. اولین ویژگی جنرالایزد لرنینگ که معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو محیط های مختلف بتونه این ایجنت ما خوب عمل کنه. ویژگی بعدی که میخوایم بحث ریزنینگ. وقتی ما راجع به ایجنت صحبت میکنیم یعنی این ایجنت من باید یک هدفی داشته باشه و این ریزنینگ در چه راستاییه؟ در راستای بهتر انجام دادن اون هدف است. و یک نکته دیگری که داریم بحث پرابلم سالوینگ، باید بتونه مشکلاتی که در راستای این تحقق هدفش هست رو برطرف کنه و همه اینها باید در تایم معقول اتفاق بیفته.